معجونی داریم درست میکنیم برای کسایی که گرفتگی عروق دارن. عرضم به حضور شما که چربی خون دارن، بعد دست و پاشون درد میکنه، روماتیسم دارن. سی رو به صورت پوره از قبل آماده کردیم، بعد بهشون یه مقدار همزه یه قاشق چای خوری زنجبیل میزنیم، بعد یه قاشق هم که دارچین میریزیم. مرحله بعدش شوید اضافه میکنیم. شوید رو به دلخواه میتونید بزنید، 1 تا 2 قاشق. سیرم از قبل با پوره کردیم. البته خودم پوره نکردم، اینو با جناب عزیزم زحمتشو کشیده، بعد ما هم آماده ازشون گرفتیم آوردیم. بعد در مرحله آخر اندازه شیشتون که پر بشه آبگوره اضافه میکنیم، بعد همه مواد رو با هم به هم میزنیم تا یه دست بشه. بعد از اینکه مواد آماده کردیم 24 ساعت میذاریم توی یخچال، میمونه. بعد 24 ساعت میتونید در روز 1 وعده یا 2 وعده بعد صبحانه یا بعد شام میل بفرمید، هم برای چربی خون، هم برای روماتیسم بدن و برای خواب راحت شبتون. خیلی عالیه. یه مقدار دیگه سیر اضافه میکنیم که لذتش بهتر بشه. دوستان گلم، این معجونی که الان درست کردیم اینو میتونید هم اینجوری مصرف بکنید، هم میتونید رو سالاد بریزید بخورید. فقط توصیه که میکنم اینه که کسایی که ناراحتی معده دارن سعی کنن اینا حتما بعد نهار یا بعد شام مصرف بکنن که معدهشون اذیت نشه. دوستان گلم، من اینو شوید ریختم داخلش که برای چربی خون خیلی خوبه. شما میتونید از رزماری هم استفاده کنید و سبزی‌های دلخواه خودتون. برای لاغری خیلی خوبه. امیدوارم که درست بکنید و شما هم لذتشو ببرید و ما رو هم حمایت بفرمایید.